رضایت الله ذوالجلال، بهشت الله ذوالجلال، فردوس اعلی، دیدار الله، دیدار رسول الله الکی به دست نمی آید. آنها این را به دست آوردند چون که از جان و مال و از همه چیز در راه الله ذوالجلال گذشتند. از جان خودشان مایه گذاشتند، از مالشان گذشتند، از اولادشان هم گذشتند برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای الله ذوالجلال، برای همین دینی که الان در دست من و شما هست. واقعیت این است که ما شاید به طور واقعی به دنبال پیامبر صلی الله علیه و سلم نمی رویم، او را سرمشق و لوحه و الگوی زندگی قرار ندادیم که این چنین به این بلاها گرفتار شده ایم. عزیزان، این ذلت ما بیشتر می شود، این بیبرکتی و بیماری بیشتر می شود به خاطر اینکه به رسول الله اهانت شد، ما شکم پرورانیدیم. به خاطر اینکه به رسول الله اهانت شد، سنتهای او پایمال شد و به زمین خورد، مسجدهای او خالی شد، از سنت پیامبر دوری کردند، از روش پیامبر صلی الله علیه وسلم دوری کردند، به پیامبر صلی الله علیه وسلم اهانت شد. وقتی با چنین وضعیتی ما باشیم، به خدا قسم عزت برای ما بر نمی گردد، این بیبرکتی از زندگی نمی رود، ما بدتر می شویم و خوبتر نمی شویم. عزیزان، اگر می خواهیم که اینها از بین بروند، باید به آنچه که صحابه رسول الله رفتند، پیروان واقعی رسول الله رفتند، ما باید این مسیر را طی بکنیم تا اینکه این ضلالت برطرف بشود. عزیزان، عزت را در دنیا و مال دنیا و در خدم و حشم طلب نکنید. این عزت اگر به دست بیاید، عزتی که در آن نافرمانی الله و رسول الله باشه، اون ذلت است، اون عزت نیست. عزیزان،